به به آقا، چه هوای خوبی، چه منظره خوبی. اه. آقا 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 خوش اومدید به ویدیوی تست سمترین ترکیب ها با نون بربری. آقا بیا اینجا. پاستیل نوشابه‌ای، آلوچه، بجی شبیه تریاک ناموسن. نگاه کن حضرت عباسی. اینو آقا بزرگ خدا بیامرز اینو آقا بزرگ خدا بیامرز من مصرف میکرد، خدا رحمتش میکنه. بادمجون داریم اینجا. من معذرت میخوام این 2 ساعتی توی گرما بوده قیافش اینجوری شده شبیه یه جای گاوه. لواشک داریم اینجا، بسته‌بندی در طعم‌های مختلف. بیا اینجا آقای فیلم بردار. نون بربری، نون بربری. بذار قشنگ بچینیم که داشته باشیم. کدومش، کنجدی یا ساده؟ شما انتخاب کن. کنجدی. نون بربری کنجدی ما داریم اینجا. نون بربری کنجدی ما داریم اینجا. آره کیف دوربین خیلی اضافه بود اینجا. این یه ترتمیز بکنیم و این از محتوای چالش دلانگیز ما. بریم که اینا رو تست کنیم. امیدوارم که حالتون تا آخر ویدیو به هم نخوره. آقا ما سنکا از قیچی میکنیم. اگر من بردم پاستیل نوشابه، بچه این پاستیل نوشابه اولش انقدر فیلم بردار اومد. فیلم بردار اومد رفت. بعد آره بیا اینجا. اگر من بردم پاستیل نوشابه، اگر شما بردی بادمجون. نه اگه من بردم اون. اگر شما بردی اون. آره. شما برای چی میگی اون؟ خوبه؟ چرا خوبه؟ رنگیه. رنگی دوست داری؟ دیگه چی رنگی دوست داری؟ دیگه چه چیزایی رنگی دوست داری؟ چه رنگی دوست داری؟ از چه رنگایی خوشت میاد؟ اما بیا با هم دیگه بریم. بیا یه رنگ بهت نشون بدم. بیا. خب آقا ما رفتیم با آقای فیلم بردار رنگا رو نشون دادیم. راضی بودی؟ آقای فیلم بردار از رنگ؟ بد نبود. رنگ خوب بود؟ خدا رو شکر. پس اگر من بردم پاستیل نوشابه و اگر شما بردی چیزای رنگی که دوست داری، بریم که داشته باشیم. رنگ کاغذ. چقدر دیر میاری؟ بگیر. سنگ کاغذ. آقا این بار رو درست حسابی بریم. سنگ کاغذ. بردی؟ خجالت بکش. بادمجون آخه ریدم تو این زندگی. بیا. من بردم این میگه. این بود؟ رنگی واقعا؟ خداش بیا بوست کنم حاجی. بیا من عمو سینا. بله. نون بربری داریم اینجا زیر قیمت کل منطقه. لواشک. بله. اینا رو با هم دیگه یه سس مخصوص میزنیم روش. آقا بزنم. میزنیم. آقا بسم الله. آب این چطوری بردارم؟ چشم بسته شما بردار. من برنگاه میکنم. لواشک مخلوط میوه‌ایه و برندش نازلی. زارعی هستم. موبایل کج. چرا باز نمیشه حاجی؟ اند تریاکه. اینو بازم آقا حاجی ببخش من یاد بابا بزرگم میافتم. خدا رحمتش کنه. بچه از اون مرحوم تریاکاش هنوز به جا مونده. حالا اگر کسی مصرف میکنه میتونه، حالا من یه لینک چنل تلگرام میذارم این پایین، شما میرید داخلش، بنده عکس تریاکا رو براتون میفرستم. حالا انشالله اگر تو خانواده کسی مصرف میکرد از یادگاران مرحوم رو بهشون میپردازیم. ای حاجی چه گوهیه. کجا بندازیم اینو؟ شهر ما، خانه ما اونجا انداختم وسط. کجایی؟ این منو بگید آقا. این بخورم جان؟ خوب می‌خوری. چی میگی؟ خوب می‌خوری.
باانی؟ آره. ببینیم اون پشت. برو اون پشت. برو بودو کی خوب میخوره. ها برو شدی آره. آقا بریم که داشته باش. بسم الله. بخور. نه من به جان داداشم خوشمزه است. بیا به جان تو خوشمزه است. یه دقیقه بزن. نون نخور کامل بخور یعنی. بجی همه تنم ریش شد. وای خوبه بد نیست یعنی فقط تن بدنت رو ریش میکنی. انگار لقمه تریاکه. بگیر بچه من امروز انقدر زدم تو خط تریاک ایشالله برنامه میره که در سن 50 سالگی به بعد تریاک رو شروع کنم. در یکی از نوایی که حالا اینجا ببینید بساطون آدم میندازه همینجا میشینی تریاک رو میکشی اصلا عشق و حواله. بشینیم بکشیم یه زنگ بزن بیاره. نه آقا بریم یه لقمه آخرش رو داشته باشیم. این رخ کارا بگیر. رخ کارا بگیر. یوتیوب ریدم دهنت یوتیوب. منو بگیر بریم یه سنگ کاغذ قیچی دیگه. بریم. سنگ کاغذ قیچی. من بردم چی میافتاد؟ باستیل نوشابه‌ای جان. بزنم اجازه هست بزنم. کجا میری تو فرار میکنی اصلا؟ یه زیادی برو شدی یا حواست جمع کن. بفرما. نون بربری کنجدی. بچه این نون بربری از صبح خریداری شده یعنی تقریبا یه 2 ساعتی هستش که اینجاست. بعد اومدیم بگیریم 2 تا پیتزا بریم که داشته باشیم. چند تا بردارم؟ چند تا دوست داری؟ شما چند تا دوست داری؟ شما 2 تا 3 تا برمی‌دارم. از اون سر بپرس. آقا شما چند تا دوست داری؟ زیاد؟ چند عدد بگو. 10 تا دوست دارن داداش. دم شما گرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آقا 10 تا دوست داشتم. بزنم کسب اجازه. رفتو دستو داشته باشیم دستو. خیلی خوشمزه بود حاجی. اینو بدم رخ کار رو نگاه کن باشه. وای مزه جون میده حاجی. امیدوارم بعد این ویدیو راهی بیمارستان نشم. بیا لقمه آخرش به شما بزن. بزن میگم بزن میزنم تو گوشت. بزن یه لقمه. بیا بچه من احساس میکنم تو معدم اصلا یه دگرگونی خاصه. معدم داره متحول میشه حاجی. حالا ساندویچ ژامبون گوشت 185، ژامبون مرغ 175، ژامبون میکسش 180. بریم که داشته باشیم سنگ کاغذ قیچی. بیا سنگ کاغذ قیچی. من بردم. نگفتیم دیگه اگه من ببرم چی بیفته. من بادمجون انتخاب میکنم. بریم که داشته باشیم. آقا بریم برای تست این بادمجون خوشرنگ و طلایی. بریم کدومشو بردارم؟ میشه تیکاش اینقدر هر کدوم دایی گنده خیلی دوست داری یا پایینو بگیر. اینو بردارم. من ذاتاً از بادمجون بدم میاد یعنی متنفرم ازش واقعا. نمیدونم این تست چجوری بشه. لباسام کثیف شده چی. خب بریم. بزنم به عشق شما بچه‌ها.
برعکس بریم که این آخریه رو تست بکنیم. واقعا به خاطر عشق شماها، یعنی بادمجون خام خوردم. کی مثل من برای تو بادمجون خام میخوره به این شکل؟ میخوری آقا سینا؟ شما چرا چیزی نمیخوری؟ به خدا من اذیت میشم از صمیم قلبم که چیزی نمیخوره. حالا نمیدونم قبل اینکه بیای چی خوردی. چیزی میخوری؟ باشته؟ باش خفه شو. حالا بریم که بزنم. شما چی میگی؟ شما چی؟ کسی نیست بهش بگم بزنم. آقا بزنم؟ تو خوشم نبود. بیا کدوم بزنم؟ کدومش؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. این افتاد. راضی؟ ای یه ذره چیزش هم بزنم آجی. سس موسش چیه این؟ چه کویه؟ بگیر اینو. باشه نگاه. چه این مستره آجی. آقا بزنم؟ بزن. به عشق شما. رخ کارو بگیر. رخ کارو نگاه. برم سراغ این. برو سراغش. بدم بالا. برو بالا. کجا بدم بالا؟ خوشت میاد. واو. یه ذره به اون بچه هم بده. یه سعیم قد. آجی مزه مربا میده. خوشم آمد ازش واقعا. یعنی واقعا باهاش حال کردم و پرفکت. واو. پیش. واو. عالی. واقعا عاشقشم. واقعا این عمو سینا این پک چند این کف کرج شما بیاید اینجا نون بربری، لواشک، بادمجون، آلوچه چیه این؟ دوشک آلوچه چیه؟ این جای خالی رو براتون فقط میزنن 150,000 تومان. واسه شما 149 تومان. بزنن میزنن.